بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الحشر، سوره حشر یکی از سوره های مدنی هست و این سوره رو سوره حشر به خاطر از این میگن که وقتی که مسلمان ها جمع کردن بنی نظیر، بنی نظیر، نون ضاد یا ر، قبایل از یهود بودن. یهودی آمدن در مدینه منوره. مشکل یهودی ها چی بود؟ یهود اینا کسایی بودن که آمدن در مدینه منوره سکونت میکردن، مهاجر بودن از جای دیگه، ریفوجی. این ریفوجی آمدن اینجا. مردم پرسان کردن که شما چرا دیگه منطقه ما آمدین؟ گفت شما امیین هستین. امی عرب هایی را میگفتن که اونا زیادتر عادت نداشتن که نوشته بکنن. مدنیتی از اونا مدنیت حفظ بود. مثلا اگر یک شاعر عرب یک قصیده مثلا 200-300 بیت هم میگفت، نشته نمیکرد. دونه چی میکرد؟ از یادم تو میگفت سئمت تکالیف الحیات و من یعش 80 حولا لا ابا لك یسأم. باز اینا را اهل کتاب که تورات داشتن یا نصرانی هایی که چی داشتن، انجیل داشتن، بازوا خود اهل کتاب میگفتن که ما کتابت داریم، نوشته داریم، کتاب آسمانی داریم. عرب ها را چی میگفتن؟ امیین میگفتن. کلمه امی از اینجا گرفتن، یعنی یا زیادتر نمیخوانن، نوشته نمیکنن، کتاب ندارن، قلم ندارن، بلکه یا زیادتر کارشان، شعرشان و کلشان به چی است؟ به حساب تو مرتجل در زبان عربی میگن که تو زبانی میگفتن. یا آمدن در این منطقه یهودیا. یک قبیله به نام بنی نظیر بود، نون ضاد یاره، بنی نظیر. یکی دیگهش به نام بنی قنیقا بود، خیبر بود. این یهودی آمدن، قبیلگکای خوردن جور کردن. مردم از اینا پرسان کردن شما چرا اینجا آمدین؟ اینا گفتن که ما در کتابهای خواندیم که در آخر زمان در این منطقه که به نام منطقه فاران هست، فاران که مکه هست، جای میلاد اسماعیل علیه السلام، آخرین پیغمبرها اینجا مبعوث میشه و باز حکومت خود و نظام خود تشکیل میده در منطقه نخلستان. از کوهستان مکه سفر میکنه، هجرت میکنه و میاد در نخلستان که مدینه هست. در این منطقه چی میکنه؟ شریعت الله را تطبیق میکنه. خب شما برای چی آمدین؟ گفت ما آمدیم که در این منطقه چی کنیم؟ وقتی که این پیغمبر آمد باز ما از این پیغمبر اطاعت بکنیم، بنابراین ما منتظر هستیم. چرا مردم مکه که پیغمبر مخالفت کردن و مردم مدینه موافقت کردن؟ جوابش همینجا هست. مردم مکه را کس چیز نگفته بود. مردم مدینه را ذهناً کی آماده ساخته بود به آمدن آخرین پیغمبران؟ امی اهل کتاب یهودی که اینجا آمده بودن. بنی قریظه بود و بنی قنیقا بود و بنی نظیر بود و خیبر. 4 قبیله داشت. خب حالی که این یهودی ها اینجا آمدن و این مردم آماده ساختن، عرب های مکه در حالی که پیغمبر از قومشان بود، از منطقهشان بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله زدن و اصحابش زدن و دندانش شکستاندن، اصحابش به شهادت رساندن، بالاخره مجبور ساختن به هجرت. مردم مدینه را کی آماده ساخت که پیغمبر را قبول بکنن؟ امی یهودیای بنی نظیر و بنی قنیقا و خیبر و بنی قریظه. بدبختی از این خانه خراب واقعا چی بود؟ بعضی اوقات بعضی علما هست میگه خطرناکترین درد در روز آخرت بر او عالم است که دیگرها از علمش در جنت بره، خودش به اساس بیعملی در دوزخ بره. الله ما را از این نگاه کنه. شما کلتان در جنت برین، ما بیچاره خودم در روز آخرت در عذاب الله باشم. سخت است، میترسیم از الله حفظ ما بود. این علمای یهود مردم مدینه را که یثرب سابق میگفتن و را کلشان آماده ساخت که با مسلمان شود. وقتی که حقیقتا پیغمبر آمد، این مردم مسلمان شدن، پیغمبر را در آغوش گرفتن. صحیح نه؟ خودی علمای یهود کافر شدن. چرا کافر شدن؟ فکرتان باشه،
قوم پرست زود کافر میشه ولو که عالم باشه. قوم پرست کافر میشه ولو که عالم باشه، بسیار عالمان باشه. از این خاطر دشمنای اسلام وقتی خلافت اسلامی را سقوط دادن که عربا هم قوم پرست جور کردن، ترکا هم قوم پرست جور کردن. در هر منطقه تا زمانی که قوم پرستی باشه اونجا کافر حاکم می باشه. چرا قوم پرست کافر است. یهودی ها، علمای یهود چی داشتن؟ علمای یهود میگفتن که ما خود کتاب ما هست که آخری پیغمبر است. خب میگفتن که پیغمبر هم باید از بنی اسرائیل باشه، از قوم ما. وقتی که دیدن که پیغمبر آمد از قوم از یا نبود، از عبدالزادایشان بود، از بنی اسماعیل. اسحاق و اسماعیل دو تا بیادرها بودن. بنی اسرائیل از اولاد اسحاق علیه السلام بودن، یعقوب علیه السلام. نام یعقوب علیه السلام بچه اسحاق علیه السلام چی نام داشت؟ یعقوب. پس از اولاد ای دیگه چی شد؟ اولاد اسماعیل علیه السلام برای چی شد؟ بچه های کاکا شد، یا عبدالزاده میگفتن. یا که دیدن که اوه ای از قوم ما نیست، از قبیله ما نیست، یا کافر شدن گفتن که نه محمد از گفت ما آمده بودیم که از اولادای ما، از قبایل ما آخرین پیغمبر را برای یاد کار الله مداخله کردن. فهمیدین یعنی؟ پس الله متعال اینا را ذلیل ساخت، اینا کافر شدن. قوم پرستی باز میفهمیدنم. الله در قرآن میگفتن یا اقدر پیغمبر میفهمیدین یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. حالا اگه مثلا شما از یک پدر پرسان کنید بود خودت پدرت بیا، یعنی تو رفتی در یک پانتون درس میخوانی که در اونجا 40,000 محصل است، پدرت را میشناسه نمیشناسه؟ اینا گفتن که یا آنقدر پیغمبر را میشناختن مثل که پدر اولاد خود در بین میلیون ها انسان چی میکنه؟ میشناسه و تفکیک میکنه. لکن چرا کافر شدن؟ به خاطر قوم پرستی که چرا پیغمبر از بنی اسماعیل است، چرا از بنی اسرائیل بنی اسحاق نیست. الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. با پاکی یاد میکنند الله متعال را، تسبیح میگویند برای الله متعال. ما فی السماوات آن مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و ما فی الارض و آن مخلوقاتی که در زمین هستند. و هو العزیز الحکیم، الله ذاتی است که غالب هست و الحکیم است که هم شریعت با حکمت داره و هم حکومت و حاکمیت قوانینش او تعیین میکنه. هو الذی اخرج الذین کفروا. رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت در قبیله بنی نظیر. اونجا رفت و در یک موضوع امرای از اونا مشوره میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در مدینه منوره آمد، اساس حکومت اسلامی را مان. قانون اساسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخت از مواد امرای از اینا تعهد کرد، معاهده کرد که در اسلام که است ما حکومت اسلام وقتی که بیرق اسلام تطبیق شد، لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، شما را ما مجبوراً در دین خود داخل نمیکنیم. اگر کسی به دل خود مسلمان میشه مثل عبدالله ابن سلام اهلا و سهلا. اگر کسی در دین خود باقی میمونه، چی بنی قنیقا هست، چی بنی نذیر است، چی مثلا بنی قریظه هست، چی خیبر است، ما همراهشان غرض نداریم. پس آن وقتی که در غزوه بدر شد و غزوه احد شد، مسلمان ها در اون غزوه یک تعداد خسارات متحمل شدن، یک تعداد صحابه به شهادت رسیدن. بعد از او بعضی کارهای دیگه شد که این یهودی ها یک قسم جرأت پیدا کردند و آستا شروع کردن به مخالفت با مسلمان ها که ما از داخل مسلمان ها رو چی کنیم؟ ضربه بزنیم. و یک روز رسول الله صلی الله علیه و آله قبیله بنی نظیر رفت به همراه چند تن صحابه. اونجا که رفت یک کس را اینا وظیفه دادن، امی بنی نظیر اینا وظیفه دادن یک شخص را به نام عمر ابن جحش ابن کعب یهودی. این ابن جحش یهودی را وظیفه دادن و گفتن ابن جحش برو و تو چی کن؟ دمو دیواره که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکیه کرده و قوی بود، گفت برو یک سنگ کلانه بگیدم سر بام بالا کن، از این سر بام در فرق رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره پرتو
تا همینجا جای به جای هیره به قتل برسانی. با رسول الله صلی الله علیه و وحی آمد و رسول الله صلی الله علیه و فورا از اونجا خیست و حرکت کرد و رفت. این برنامه از اونها چی شد؟ خنثی شد و حکم الله برش آمد که این قبیله را از این منطقه بکش و دیگه ایره در این منطقه نما، که یا مردم های بسیار خائن هستند و در این منطقه آمدن بنام از که ما آمدیم که دین تایید کنیم، یا دین خود تایید نمیکنن، حتی میخواین پیغمبران بکشن و مسلمان ها را از بین ببرن، و یا در داخل منطقه ما حمایت از کفار میکنن و جنایت میکنن. هو الذی، الله ذاتی است که اخرج الذین کفروا، که خارج کرد این مردمای کافر بنی نظیر من اهل الکتاب، که یا از اهل کتاب بودن. اینا الله میگه اهل کتاب کافر است، یهود کافر است، نصارا کافر است. کسی که باز کافره که در قرآن و سنت ثابت است کافر است، رو کافر نمیگه، خودش کافر میشه. ولی بعضی مسلمانان میگن نه، یهود کافر نیست، نصارا کافر نیست. الله متعال چی میگه؟ میگه هو الذی، الله ذاتی است که اخرج الذین، که خارج نمود کسانی را که کفر و کافر شده بودن. از کی؟ از اهل کتاب، از یهود. من دیارهم، از منازلشان که بنی نظیر بودن. لاول الحشر، در اولین جمع آوری. ما ظننتم ان یخرجوا، اونا گمان نمیکردن که اونا خارج شوند. و ظنوا، و یا گمان میکردن که انهم مانعتهم حصونهم من الله. این یهودی عادت دارن در هر جایی که برن باز بسیار قلاها میسازن، دیوالای کتک کتک دیده باشی نه؟ در پشت سفارت‌های خودم دیوالای کتک کتک 6 متره و 8 متره و این چیزا رو جور میکنن. مثلا بعضی دیوالاست که مثلا 20 متر برش باشه و خاردار باشه و چیزا باشه، یا ما تو جور کرده بودن بنی نظیر. فهمیدی یعنی؟ نه مثل ناتوی ما باشه، ما رو جور کرده و سفارت امریکا و یا رگسه کنه، همین قسمی است. اینا گفتن ما زارنتم، شما فکر نمیکنید اوه کتی دیوالای کتک کتک و کتی ساختمانای کلان کلان یا مبراین؟ ما زارنتم یخرجوا و ظنوا، و ای خودشان هم به این عقیده بودن که انهم مانعتهم، که مانع میشه بر از اینا، حصونهم، امی قلاهایشان و دیوارای کتک کتی از اینا، من الله، از الله. فآتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، پس الله آمد عذاب خدا برش ات آورد، من حیث لم یحتسبوا، کنها هیچ فکرش هم نمی کردن. و قذف فی قلوبهم الرعب، الله در قلب از اینا چی انداخت؟ ترس انداخت. اتو ترس انداخت که یخربون بیوتهم بایدیهم، که خودشان خانه‌های خود به دست خود خراب میکردن. یک وقت سال میکنن که بنی نظیر خودشان خانه‌های خود چپه کده میرن و وسایل خود کشیده میرن. و اید المؤمنین، و او چیزش که میمان باز به دست مسلمان ها. فاعتبروا یا اول الابصار، او مردمای با علم، با دانش، با قلب سالم، از این عبرت بگیرین. کافرتون نیست که در یک جای بان، اگر الله در قلبش را انداخت، خودش میبرد میگه که سعی من میگروزم، من میرم اعلام بده توبه کردیم، بد کردیم. چه شد طیاره، چه شد راکتت، که از راکت طیاره و قلاهای خودش فرار میکنه. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، و اگر الله متعال نوشته نمیکرد، مقدر نمیکرد بالای از اینا خروج جماعی، جلا چی نمیگن؟ خروج جماعی یا امو جلای یک جایی که اینا را از این سرزمین مسلمان ها بکشه، لعذبهم فی الدنیا، الله متعال اینا را تعذیب میکرد. در چی؟ در دنیا. تو عذاب میکردشان که باز اگر یا اعلان نمیدادن و فرار نمیکردن، باز به دست مسلمان ها تو تعذیب میشدن که باز جای فرار نمی داشتن. ولهم فی الاخرة عذاب النار، و بر ازنا در آخرت عذاب آتش است. رسول الله صلی الله علیه و آله پیام بفرستاد که شما دیگه اینجا باقی مانده نمیتونین، برای این منطقه یک نفر میتونه که یک دانه شتر داشته باشه، 3 نفر یک دانه شتر همراه خود بگیرن و چیزی که مالتان است بگیرین، دیگه اضافه از کردن گرفتن نمیتونین. چرا این غضب الله سر از بنی نظیر نازل شد؟ ذالک بانهم، بخاطر ازی که اینا شاق الله و رسوله، مخالفت کردن با الله و رسولش. و من یشاق الله، و کسی که مخالفت و دشمنی میکنه با الله، فان الله شدید العقاب، الله سخت عقوبت کننده هست. ما قطعتم من لینة، شما قطع نکردین کدام درخت خرما را، او ترکتموها قائمتا، یا با اعلان دادین نگذاشتین، ترک نکردین امی درختای از اینا را قائمتا ایستاده، علی اصولها، بر امو بیخایشان و اصولشان. فباذن الله، یک تعداد درختای از اینا را قطع کردن و یک تعداد دیگه از اینا را باقی ماندن. گفت کلش فباذن الله، ای به حکم الله بود. ولیخزی الفاسقین، تا ای که ذلیل شوه انسانهای فاسقی که از
شریعت الله خارج میشن. و ما افاء الله، و آنچه را که الله متعال فیع بر شما تاخت. یکی فیع است، یکی غنیمت. اگه سوال امتحان آمد که فرق بین غنیمت و فیع چی هست، شما میگین فیع مال هست که از کافرها و مسلمانها بدون جنگ به دست میآید. مثل که یا جنگ نکردن رفتن و چیزی که مالایشان ماند او بر مسلمان ها ماند، این فیع میگن. و غنیمت چی را میگه؟ که مسلمان ها حمله میکنن سر از کافرها، بعد از او سلاحایشان را و مهماتشان را به غنیمت میگیرن، او را باز غنیمت میگن. پس فرق از بینه. و ما افاء الله، و آنچه را که الله متعال به شکل آیت فیع گذاشت بر شما الله متعال علی رسوله منهم از ایشان، فما اوجفتم علیه، پس شما چی نکرده بودین؟ ندوانده بودین، یا مثلا شما حرکت نداده بودین به طرف آنها، من خیل اسبانتان را، ولا رکاب، و نه هم شترایتان را. یعنی بدون از اینکه شما سر اسبهایتان سوار شوین برین حمله بکنین مثل که در جهاد میکردین، یا سر شترایتان سوار شوین بدون از اینکه شما مسلح برین و سر از اونها حمله بکنین، بدون جنگ ای به دست شما آمد. ولکن الله متعال یسلط، غالب می سازد رسوله پیغمبرای خدا، علی من یشاء، بر هر کسی که بخواهد، والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قدرتمند و توانا هست. ما آنچه را که افاء الله متعال به شکل فیع، یعنی عایدی که از طریق مثلا جنگ به دست آمده است، فیع آمده است علی رسوله، بر رسولش داد از این کافرها را، من اهل القرى، از اهل امی قریه های یهود را که ای بنی نظیر بودن، فلله، پس چه قسم تقسیم بندی بکنین؟ قسمت از برای الله بگیرین، ولی رسول برای رسول الله صلی الله علیه و بگیرین، ولی ذل قربا و برای اقارب رسول الله صلی الله علیه و والیتاما و برای یتیمان، و المساکین و برای مسکینان، و ابن السبیل و برای مسافران، که لا یکون دولتا بین الاغنیا، تا این قسم نشه که این مال دست به دست بگردم در بین غنی ها، کلش باید مال تقسیم شود بین کل از این مردم، منکم از شما. و ما آتاکم الرسول فخذوه، اینا رو اینجا الله متعال میگه که آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و بر شما از شریعت بیان میکنه او را بگیرین. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و آنچه را که نهی میکنه فانتهوا. وقتی که یک خانم آمد، کسی برش گفت که زنایی که ابروهای خدا میچینن، کل میکنن، میکنن، سر از یا لعنت است. این خانم آمد گفت ما خوی حکم الله را در قرآن نخوانده. کوکی در کجای قرآن گفته که اگر ابروی خدا بچینه سرش لعنت میشه؟ ما خب با قرآن ایمان داریم. او عالم و او صحابی برش گفت که گفت که اگر تو قرآن میخواندی درباره چیدن ابروها در قرآن هست. گفت در کجای قرآن است؟ این صحابی برش می آیت خواند. گفت قرآن میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه که رسول الله صلی الله علیه و گفته او را بگیرین. پس وقتی که در احادیث ثابت است، دیدی در حدیث صحیح البخاری علما میگه بعد از قرآن صحیح ترین کتاب کدام کتاب است؟ صحیح البخاری. پس وقتی که در حدیث صحیح البخاری ثابت شد، در حدیث صحیح مسلم ثابت شد و در دیگه کتابای حدیث علمای متخصص حدیث گفتن که حدیث صحیح است، الله چی میگه؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه. پس گرفتن و عمل کردن به احادیث امر کی است؟ امر الله است. و ما نهاکم عنه، و از هر چی که رسول الله صلی الله علیه و شما را منع میکنه فانتهوا، شما از اون چیز. یعنی بعضی کسا پیدا شده میگه ما قرآنی هستیم، ما تنها به قرآن ایمان داریم، احادیث قبول نداریم. به این آیت قرآن کافر میشن. قرآنی ها، کسایی که میگه ما تنها قرآن قبول داریم احادیث قبول نداریم، با کدام آیت کافر میشن؟ به می آیت قرآن که الله میگه و ما آتاکم الرسول. اگه قرآنی میبودن خب میفتن این قرآن میگه که حدیث بگی. و آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و از احادیث، سنت های قولی، سنت های فعلی، سنت های تقریری، فخذوه، الله امر میکنه که بگیرین. و امر الله به چی میکنه؟ فرض بودن ازی، واجب بودن ازی. بگی وقتی که الله گفت اقیم الصلاه، تو نماز میخوانی. حدیث چی گفته؟ گفته فخذوه، بگیرینش. و ما نهاکم عنه فانتهوا، از آنچه که الله منع میکنه از شما چی شوین؟ اجتناب بکنید. واتقوا الله، و بترسین از الله، ان الله شدید العقاب، یقینا که الله متعال سخت عقوبت کننده هست. آل الله متعال میگه
از اینمی اموال که هست برای فقرای مهاجرین هم بتین. آل مهاجرین چرا فقرا میگن؟ در این آیت شریف الله متعال شهادت میته به ایمانداری و قلب با ایمان صحابه که مهاجرین و انصار هستند. کسی که میخواه که درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان خدا نشان بده، این دو آیت قرآن بخونه. ما به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که چه قسم شخصیت ها بود، چه قسم صحابه را بشناسیم، دو آیت قرآن بر ما میگه. اول آیت قرآن در مورد مهاجرین میگه و دومش درباره انصار میگه. این ایمان قرآنی هست درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال میگه للفقراء، برازو فقرای مهاجرین که مهاجر بودن. آل دی بین از مهاجرین خو عثمان ابن عفان بود، ابوبکر صدیق بود، عبدالرحمن ابن عوف بود. یا خو فقیر نبودن. چطور الله یارا فقیر میگه؟ میگه یا زمانی که در مکه بودن بسیار ثروتمند بودن، بسیار مالدار بودن، لکن دشمنای اسلام تمام مالای از اینا را چور کردن. در مدینه آمدن به مال به همه چیز. کل مهاجرین چی بودن؟ فقیر بودن. چرا؟ خانهشان در اونجا ماند، مالشان اونجا ماند و چور کردن بودن. پس مهاجرین کلشان چی شدن؟ فقیر شدن. باز که در مدینه آمدن چون تجار دیگه همو مسلک که یاد داشتن، باز یا وقتی که تجارت اینجا کار کردن، پس باز الحمدلله چی شدن؟ غنی شدن. الله متعال میگه للفقراء المهاجرین، برای او فقیرای مهاجرین، الذین، کسانی که چی صفت داشتن؟ یا الله، این کلام الله هست. الله میگه او کسانی که اخرجوا من دیارهم و اموالهم، که اینا خارج کرده شدن، به زور اینا را کشیدن. از کجا کشیدن؟ من دیارهم، از خانه هایشان، و اموالهم، خانه هایشان هم نماندن که بفروشن، نه، خانه را فروخته میتونی. خانه هایشان را قبض کردن و مال هایشان هم گرفتن، چور کردن. یا چرا از خانه هاشان کشیده شدن؟ الله میگه یا یک هدف بسیار عالی داشتن. هدف یک کسی که الله بیان میکنه، هدفش در کجا هست؟ در قلبش است. عالم الغیب کی است؟ الله. الله میگه یبتغون، اینا بغیه و هدف از اینا چی بود؟ فضلا من الله و رضوان. الله شهادت میده که قلبای از اینا پاک بود. قلب ابوبکر پاک بود، قلب عمر، قلب مهاجرین، تمام از اینا قلبهایشان پاک بود. چرا که الله شهادت میده که اینا چی کردن؟ یا میخواستن فضیلت از جانب الله و رضوان و رضایت الله را میخواستن. حالا کسایی که صحابه را بدگویی میکنن مهاجرین، به این آیت قرآن کافر میشن. چرا؟ الله میگه هدفشان دنیا نبود، پیسه نبود، شوکی نبود. هدفشان چی بود؟ فضلا من الله و رضوان، فضیلت از الله میخواستن و رضایت الله را میخواستن. کارشان چی بود؟ چی کار میکردن مهاجرین؟ میگه کارشانی بود که یا ینصرون الله و رسوله، هم هدفشان عالی بود، متوجه هستین که فضل از الله و رضایت الله بود، و هم عملشان عالی بود که چی بود؟ نصرت دین الله، نصرت الله و رسولش بود. آل الله بر از اونا چی مدال داده؟ حالا هر کس که انت خوبی ها رو داشته باشه صاحب مدال میشه یا نه؟ کدام مدال الله برشان داده؟ میگه مدال صداقت. الله اینا را گفته که یا راستگوی هستن، اولئک هم الصادقون. الله میگه که من میگم که یا چی بودن؟ صادق و راستگوی بودن، که الله و رسولش که دین الله غلطی نکردن. اینا کسانی که میگه یا نه صادق نبودن، به آیات قرآن در عقیدهشان مشکل پیدا میشه. خب مهاجرین خود شناختیم که صادق بودن، قلبشان پاک بود، هدفشان پاک بود، عملشان خوب بود و مدال خود گرفتن که صداقت است. انصار چه قسم مردم بودن؟ میگه انصار والذین، کسایی بودن که تبوأ الدار والایمان، اینا آماده کرده بودند دو چیز خدا. انسان دو خانه داره، میگه اردوش برای ایمانداری چی کرده بودن؟ آماده کرده بودن. دو خانه کدام یکی ما داریم؟ یکی خانه است که در اون سکونت میکنیم و یکی خانه قلب ما هست. این خانه و این خانه. الله میگه قلب خدا بر ایمان آماده کرده بودن و خانه خدا هم بر استقبال مهاجرین. والذین، و انصار کسایی بودن که تبوأ آماده کرده بودن الدار، خانه خود را بر استقبال مهاجرین، و قلب خدا و ایمان بر ایمان،
من قبلهم پیش از اینا، پیش از مهاجرین اینا آماده کرده بودن، پیش از گوابر اصلا یا آماده بودن. یحبون، انصار چی صفت داشتن؟ آیا کت مهاجرین به خاطر آمدنشان در این منطقه دشمنی داشتن، بدبینی بودن؟ میگن نه، یحبون، دوست داشتن من کسی که هاجر هجرت میکنه الیه به سویشان. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، و یا در قلبهای قدر قلبهای پاک داشتن که هیچ احساس حاجت نمیکردن به آنچه که به مهاجرین داده شده هست. اگر به مهاجرین غنیمت داده میشد یا کدام منزلتی داده میشد یا چیز داده میشد، یا در قلب خود بدبینی نداشتن. دیگه چی صفت داشتن؟ عملشان چی بود؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. الله میگه اینا ایثار میکردن. یکی عدالت است، یکی ایثار. از عدالت هم که در رتبه ایثار بلند است. چی فرق از بین عدالت و ایثار؟ عدالتی است که ما و خود دو نفر رفتیم یک جای کار کردیم، 50 افغانی حق خودت شد، 50 افغانی هم حق ما شد. ما و تو رفتیم کار کردیم، 500 افغانی حق تو شد، 500 افغانی هم حق ما شد. پس ما گرفتیم تقسیم کردیم، گفتیم اینو بدارین 500 از تو 500 از ما. این چی شد؟ عدالت شد. ایثار خیلی را میگه. ایثار ای است که ما برات گفتم که خیر است، تو جوان هستی، عروسی میکنی، مشکلات داری، تو 700 بگی خیر است، به من 300 باشه. 200 رو پس طرف خود چی کردم؟ ایثار کردم. این حال الله متعال میگه امی انصار چی عادت داشتن؟ و یؤثرون، و ایثار میکردن، مقدم قرار میدادن امی مهاجرین علی انفسهم، بر چی؟ به نفسای خود. مهاجرین میبردن در خانه خود، میفتن بیادر اینا 4 تا توشک دارم، 2 تایش از تو، مال خود برش میداد، مال شخصی خود، مال شخصی. این گلم ما مستم، اینی چند تا گوسفند دارم، اینی این قش از تو باشه. مهاجرین در خانه از این حق نداشت، لکن او را میآورد می خانه خود، از مال خانه خود برای چی میکرد؟ ایثار میکرد. و یؤثرون، و ایثار میکنن، مقدم میدارن مهاجرین علی انفسهم، بر نفسایشان، ولو کان بهم خصاصه، اگرچه خودشان در خصاصه بودن. خصاصه چی را میگه؟ فاقه و احتیاج. خودشان محتاج بودن، خودشان غریب بودن، خودشان نداشتن. او که پیسه دار باشه یک چند روپیه بده خوب است، اما یک نفر که بیچاره خودش یک دانه فرش داره که خو کنه، او رو میگیره برای مهاجر میداد، خودش در زمین خو میکرد. ایره میگن ایثار. قصهش میگه مثلا یک مهاجر خانه خود میمان میکرد، وقتی که میمان میکرد خانمش میگه بده کاسه این یک نان است، ایره چطور کنیم؟ پیش کسی که تو کاسه نان بیاری هم چراغ خراب میکنیم، چراغ گل میکرد. مهاجر میگه چی گپ است؟ میفعلا ببخشید تاریکی است، امی چیز، امی چراغ ما خراب است. چوری کارا میگن؟ چون دم کاسه هم قنان میبود که برای یک نفر سیر میشه، این کتش میشیشت، اما تا آستا دست خودم پیش میکرد، میمان که کل امی غذا را کی بخورن؟ امی مهاجر بخورن. این انصار این صفت داشتن، این صفت داشتن. و یؤثرون علی انفسهم، اینا مقدم می داشتن بر نفسهای خود مهاجرین، ولو کان بهم خصاصه، اگرچه خودشان فاقه و احتیاج و غریبی داشتن. و من یوق شح نفسه، و هر کسی که خود وقایه بکند، یوق از وقایه گرفته شده هست، و من یوق، و هر کسی که وقایه بکند، شح نفسه، از حرص نفس خود، فاولئک هم المفلحون، اینا باز مفلح هستند. آل برای انصار کدام مدال داده شد؟ مدال فلاح و کامیابی و پیروزی. الله برای اینا شهادتنامه پیروزی داد، مثل که برای مهاجرین شهادتنامه چی داده بود؟ صداقت و راستی. پس اونا صادق هستن، اینا مفلح هستن. خب والذین جاءوا من بعدهم، آل ما و شما مسلمانان آمدیم، ما در مورد صحابه، تابعین، تبع تابعین چی اخلاق داشته باشیم. بعضی کساس بیادب هستن، بد اخلاق هستن، سر صحابه کلمات زشت میگن. بعضی ها بیادب هستن، در مقابل تابعین بیادبی میکنن. بعضی ها بیادب هستن، در مقابل تبع تابعین بیادبی میکنن. ما و شما چی میکنیم؟ الله متعال بر ما و شما ادب یاد داده. ادب با پیغمبر چی است؟ مجرده که میگیم رسول الله، این ادب است. میگیم صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید.
ادب ما کته صحابه چی است؟ میگیم رضی الله عنهم اجمعین. ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، حسن رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، از کلشان میگیم عایشه رضی الله عنها، خدیجه رضی الله عنها. این ادب است. امرای دیگه علمای اسلام چی میگیم؟ ابو حنیفه رحمت الله علیه، شافعی رحمت الله علیه، ببینین امام مالک رحمت الله علیه. پس امام ابو حسن شیبانی شاگرد امام ابی حنیفه رحمت الله علیهما، الله اردویشان رحم بکنه. پس هیچ وقت بیادبی نمیکنیم. چرا؟ این منهج سلف که از قرآن و سنت است، این منهج است. کسی که منهج صحابه و منهج قرآن و سنت تطبیق میکنه، این قرآن برای ما چی درس میده؟ برای ما میگه که والذین جاءوا من بعدهم، و کسانی که بعد از این صحابه آمدن چی میگن؟ ربنا ای پروردگار ما اغفر لنا، ما را اول مغفرت بکو. چرا؟ خود ما بسیار در گناه های خطرناک در عصر گناه هستیم. پروردگار اول خود ما را بخش، خود ما ملامت هستیم، خود ما گناهگار هستیم، یا الله ما را بخش. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا الله مغفرت بکو به او برادرهای ما که پیش از ما با ایمان رفتن. یا الله ابوبکر ببخش، یا الله عمر فاروق رضی الله عنه را ببخش، یا الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را ببخش، یا الله امام شافعی رحمت الله علیه را ببخش، یا الله امام ابن تیمیه رحمت الله علیه را ببخش. با کل از اینا رو چی میگیم؟ میگیم یا پاک پروردگار تمام کسایی که پیش از ما رفتن، یا الله کسی که مؤمن بوده مغفرتشان بکو. ولی اخوان الذین، اینا برادرای ما بودن. سعی که برادرای ما بودن. ابوبکر صدیق برادر ما و شماست، عمر فاروق برادر ما و شماست، امام ابو حنیفه رحمت الله برادر ما و شماست، دیگر هم مثلا امام شافعی رحمت الله برادر ما و شماست، ابن تیمیه رحمت الله علیه برادر ما و شماست. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، که اینا سبقت کردن از ما به ایمان. اونا و بسیار رتبهشان بلند بود و سبقت کردن از ما به ایمان. ما آل مسلمان شدیم، اونا 14 قرن قبل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی و مسلمان بودن، سبقت کردن، پیشرستی کردن، در خیر القرون بودن. بیادبی نمیکنیم در مقابلشان. سعی نیست. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کسایی که در عصر ما هستن مسلمان ها، میگیم یا الله اینی برادرای ما که در این عصر ما مسلمان ها زندگی میکنیم، یا الله در قلب های ما ولا تجعل فی قلوبنا، و در قلب های ما مگردان غلا دشمنی و حسادت و بدبینی. برای کی؟ للذین آمنوا، و برادرای ما که ایمان آوردن. ربنا انک رؤوف رحیم، ای پروردگار ما تو بسیار مهربان هستی و رحم کننده هستی. حال الله متعال صفات منافقین باز بیان میکنه، میگه علم تر آیا ندیدی للذین نافقوا، به کسایی که منافق بودن، یقولون لاخوانهم الذین کفروا، بازو منافقا آمدن برای نذیر، برای چی میگفتن؟ برای میگفتن هیچ رای نزنین، اگه پیغمبر بر ضد شما خیست، مسلمانا خیست، منافقا میگه باز ما کت شما هستیم. این منافقا باز برای کافرها چی میگن؟ که ما کت شما هستیم، ما دوست شما هستیم، ما هم سنگر شما هستیم. برای کافر میگن. علم ترى ندیدی للذین نافقوا، به طرف کسایی که منافق شدن، یقولون بازونا میگن لاخوانهم الذین کفروا، به برادرایشان که کافر شدن. یعنی منافق برادر کافر است. میگه با برادر کافر خود چی میگه؟ من اهل الکتاب، او کافرایی که از اهل کتاب هستن. لئن اخرجتم، اگر شما کشیده شوین از این منطقه، لنخرجن معکم، باز ما هم کت شما ببراییم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، هیچ وقت امرای شما اطاعت نمیکنیم هیچ کسی را. و این قتلتم، اگر شما جنگ شوکت شما، لننصرنکم، باز ما در بین صف مسلمان ها هستیم. خب باز میگیم که شما کافران، شما را نصرت میکنیم، که شما کمک میکنیم، که شما یک جای می جنگیم به ضد مسلمان ها. والله یشهد، والله متعال شهادت میده که انهم لکاذبون، یا دروغگوی هستند. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر این کافرا کشیده شوند، بنی قریظه کشیده شوند، لا یخرجون معهم، یا کتشان نمیره. دید که و شکست خوردن برآمدن، منافقا بس قرار میشینن. ولی این قتلوا لا ینصرونهم، اگر جنگ کرده شوند هیچ نصرتشان نمیکنه. همین قسم هم شد. وقتی که اونا کشیده شدن و رانده شدن، منافقا پت پت گریختن. ولی این نصروهم، الله متعال میگه و اگر بالفرض اینا را نصرت هم بکنن، در پولی از جمعستاشن، لیولن الادبار، باز میگروزن، پشت خود دور میتن. ثم لا ینصرون، باز کمک کرده نمیشن. چرا؟ الله متعال میگه لانتم اشد رهبة فی صدورهم. لا اینجا لای توکید است، یعنی یقینا شما که هستین چی هستین؟ بسیار
اشد الرهبه یعنی بسیار ترس زیاد دارین، فی صدورهم در قلب های از اینا، یعنی اینا از شما بسیار میترسن، بسیار خوف دارن، شدید رهبت و ترس دارن. همین منافقا و کافرا و یهودیا در فی صدور در دلهایشان من الله، حتی اینقدر اینا از مجاهدین میترسن که از الله کدن یا زیاد از مجاهدین میترسن، یا بسیار میترسن. کمی نام مجاهد برشان بگیری یا میترسن میگروزن. ذالک بانهم قوم لا یفقهون، بخاطر از اینکه یا قوم هستن که نمیفهمن. لا یقاتلونکم جمیعا، فکرتان باشه که یا جنگ نمیکنن امرای شما الا فی قرى محصنه، مگر در قریه هایی که اما تو دیوال های کتک کتک جور کردن، او من وراء جدور، یا از پشت همین دیوال ها، این پشت دیوال غارکار جور کردن، باز اون غارک تفنگ خودم میکشن. اتون مرد نیستن که در یک میدان کلان برن و در اونجا چی کنن؟ بجنگن. یا از طریق طیاره و بمبارتمان حالی که میکنن، نه بأسهم بینهم شدید. الله متعال میگه بأس از اینا، جنگ از اینا در بینشان بسیار سخت است، بدبختیشان بسیار سخت است. تحسبهم جمیعا، ای مسلمانان شما این کافرها را فکر میکنین که کلشان متحد هستند، یکی هستند، و قلوبهم شتا، در حالی که قلبای از اینا بسیار متفرق هستند، یکی که دیگه خود بسیار بدبین هستند. ذلک بانهم قوم لا یعقلون، به خاطر از اینکه اینا قومی هستند که عقل ندارن. که مثل الذین من قبلهم، مثل از اینا مثل کسایی بودن که بسیار قریب از اینا قبلا گذشت، ذاق وبال امرهم، که چشیدن وبال امو کارهای خود را، ولهم عذاب علیم، بر از اینا عذاب دردناک است. که مثل شیطان، صفت از چون یا شیطان های انسانی هستن، صفتشان مثل شیطان های جنی هست. شیطان چی صفت دارن؟ میگه اذ قال للانسان کفر، انسان هم میگه برو کافر شو. وقتی که همین دشمنای اسلام میخواه یک مسلمان کافر بسازه، فلما کفر، باز وقتی که کافر شد، قال انی بریء منک، باز این شیطان برش میگه من از تو بیزار هستم، انی اخاف الله رب العالمین، باز میگه من میترسم از رب العالمین. شیطان میگه بسیاری وقتا یک کس را کافر میسازه، باز کافر شد، باز میگه اوه این بسیار جنایتکار جنگی است، هم کافر میسازش، هم بدنامش میکنه، هم سر جسد لقب میمونه. باز میگه اینی بریء منک، من از تو بیزار هستم، اینی اخاف الله رب العالمین. میگه کسی بود شیخ برسیسا میگفتن، و شیخ برسیسا چه قسم آدم بود؟ بسیار ادعا میکرد که والا ما بسیار دیندار هستم. خیلی که دیندار هستی که زنای مردم دست نتی، که زنای نامحرم خلوت نکو. باز میگفت نه، ما خوی زنا را راهنمایی میکنم که از یا قول میتم، باز از قلب خود بر از یا ایمان تیر میکنم. باز زنا را قول میداد دیگر صاحب این زنا دیگه در اتاق از تنها میامدن پیش از میرفتن. در حال رسول الله میگه که در یک مجلس اگه یک مرد و یک زن نامحرم باشه، سومی چی است؟ شیطان است. شما که زن نامحرم و دختر نامحرم خلوت نکنید. این شیخ برسیسا صاحب دیگه میگفت نه، من خود دیندار هستم، قلبم پاک است و وام پاک است. این صاحب قلب پاک، یک دختر یا یک زن قلب پاک سرلوچ آمد پیش ازی، قلبکای اردویشان ناپاک شد. ای که مبتلا به گناه شد، شیطان برای وسوسه که تو خوب آدم هستی، تو قلبت پاک است، تو خیر است که زنای نامحرم بشینی قول بیتی، پروا نداره. خب بالاخره مرتکب زنا ساخت. ای که مرتکب زنا شد، باز ابلیس آمد برش گفت که من خود دوست تو هستم. گفت حالا چطور کنم؟ حالا طفل از اگه پیدا شود، خب باز من رسوا میشم. گفت بکش طفلش. خانم که طفلک پیدا کرد، طفل از اون برسیسا گرفت، گردنش تاو داد، کشتش. بعد از کشت، باز ابلیس گفت که چطور کنم؟ گفت حالا این زن حالا چی میکنه؟ برای میگه که حالا کتما نکاح نکنی و کتما نباشی و چطور نباشی، من تو را میرم دگیر میتم. باز شیطان برش گفت که زنکرم بکش. پس معشوقی خودم در روز عاشقا، روز چی میگن او را؟ والنتین، دمی روز صاحب معشوقی خودم کشت. چطور کشم کشت؟ معشوقه رام کشت. خار تجلیل. باز شیطان آمد پیش گفت که خب حالی چی کردی؟ شیطان رفت مردم در حالت از این خبر ساخت. مردم آمدن که چی گفت؟ که سهل میکنن که زنکه را کشته، که چیز او تاقک دو کنجک دفنشان کرده. این مردم بردن ده اعدام، فی باید سنگسار اعدام شد. بازی شیطان گفت چطور کنم خدا نجات بدم؟ شیطان برش گفت که بر ما یک انحنا بکن، دستای مرا یک موج به سر دادم،
بعد از او باز من تر نجات میتم. عیسی بر شیطان سجده کرد که سجده کرد، شیطان گفت که اوه تو خود کافر شدی. گفت حالا چه تو کنم؟ گفت حالا برو تو سنگسار شو، معاذ الله میترسم. فهمیدی؟ که مثل شیطان میگه این مثل همین انسان های کافر مثل شیطان است، فکرتان باشه. تو چی میسازه؟ کافر میسازه. وقتی که کافر شدی باز کارم برات نمیته، باز میگه تشکیل ما پوره است و پروگرام ندارم و ما از 3 ماه چی کردم، وظیفه خدا ختم کرده و یک 3 ماه خوب دلاری برات میده، ماه 4م که خوب بیدین ساخته تا باز میگه که والا کجاست فلانی خان، والا 1 سال از خانه بیکار شیشته. فلما کفر میگه پس وقتی که کافر شد، قال بازمی شیطان برش میگه اینی بریء منک، من از تو چی هستم؟ بیزار هستم، تو بسیار خبیث انسان هستی. اینی اخاف الله رب العالمین، من میترسم از الله که رب العالمین است. از هتلر پرسان کردن، گفتن که بدبختترین و ذلیلترین و پسترین انسان به نظر تو کی بود در جنگ هایی که کردی؟ هتلر گفتن. وجود مملکت ها را میگرفت. باز هتلر گفت پسترین و ذلیلترین و چتلترین انسان در زندگی من او انسانی بود که به خاطر پیسه و مال میامد در قطار ما و به ضد مردم خود کتمه استاد میشد. میگه انسان باز من بسیار پست فکر میکردم و باز وقتی که گیری میامد باز گردنش میزدم. با خالقت چی کردی که با خلق او کنی؟ تو که به ضد دین الله استاد شدی، تو باز مخلوق باز کتمه دوستی میکنی، تو کتمه هم خیانت میکنی. هتلر ذلیلترین همین مردم است. و کان عاقبت ما، باز عاقبت اردوی از چی میشه؟ شیطان و رفیق شیطان انهما فی النار، اردویشان در آتش دوزخ می باشن، خالدین فیها، همیشه در این باشه. و ذالک جزاء الظالمین، الله میگه این جزای ظالما. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله